سلام به همه شما بچه‌های خوب توی خونه. خاطرات کودکی مثل خواب و رویاست. رویایی دور که حقیقت جدایی ناپذیر زندگی ماست. شادی‌هامون بی‌دلیل بود و غم‌هامون زود گذشت. آرزومون این بود که بزرگ بشیم، اما بزرگ شدن تنها آرزویی بود که به امتحانش نمی‌رسید. به موزه کودکی ایران خیلی خوش آمدید. موزه کودکی که کامل حوزه‌های کودکی رو پوشش بده همین موزه است. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه‌ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاط، قصه هامون، بازی ها و اسباب بازی هامون رو توی کمد جا گذاشتیم و بزرگ شدیم. اما هیچ وقت برای تجربه دوران کودکی دیر نیست. میشه بازم بچه شد، میشه قصه گوش داد و خندید. بازم میشه دور هم جمع بشیم، شعر و ترانه بخونیم و کیف کنیم. از تجربه دوران کودکی در موزه کودکی ایرانک.